بیدار می شود، ما را بکشید، ما را بکشید. ملت ما بیدار می شود، بر سرتان آوار می شود. ملت ما بیدار می شود، ما را بکشید، ما را بکشید. نسل علی هوشیار می شود، نسل علی هوشیار می شود. ملت ما بیدار می شود، ملت ما بیدار می شود. پرچم امام هشتم سر بلای کشور ماست. علت سقوط صهیون خون پاک رهبر ما، مرگ بر اسرائیل. عزیزان یواش یواش بدرقه میکنن شهدا رو. فقط یه نکته یادتون باشه، ما این تجمعمون وصل میشه به حضورمون در خیابون‌ها و میدون. یعنی اگر دفعه‌های قبل روزهای قبل رفتیم 2-3 ساعت استراحت می‌کردیم بعد می‌اومدیم، الان دیگه استراحت نداریم. ما همچنان اون حواسمون هست به اون چیزایی که اعلام کردم. ما بلافاصله بعد تشییع شهدا امشب تو خیابونیم. فردا شب